اما تو سلو سلو میریم به پیش ببینیم که چی هست و چی نی. دیگه پی طرف خورا رو بند کردن، اما تو بریم به پیش. یا در اون موترها سادستن. خب دوستان تو به پیش میریم سلو سلو ببینیم که چی هست و چی نی. این طرف دیگه با مستری ها هستن، زیادتر از اول تا آخر مستری هست. یا که موترشویی بوده که فعلا بسته هست. سلام و درود نثار همه شما عزیزان. انشالله که خوب صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در سرای غزنی شهر کابل هستیم، یکی از مشهورترین مناطق شهر کابل که تمام مستری ها و تمام چی میگن پرزفروش ها، دیکوریشن و همه اینا در اینجا هستن و موجود هستن. دوستان نهایت گرامی و عزیز، اما تو سلو سلو میریم به پیش ببینیم که چی هست و چی نی. دیگه پی طرف خورا رو بند کردن، اما تو بریم به پیش. یا در اون موترها سادستن. این طرف هم تانگ تیل 5 استار میبینین یا 5 ستاره را که خوبم تو بیربارم دارم پایین روی سواری ها دور خورد یک تیل بزنه. موترشویی شما من تو تایت رایت هست. منظور از سایت رایت دوستان عزیز زبانای هامیانه است، میگن بسیار. اما تو یک موترشویی خوب و با کیفیت و خوب موترها را میشوین، اما تو پاک و عالی. این طرف دیگه دیکوریشن ها هست دوستان عزیز، تایپ سازی و چیزا و هم مستری ها پیش هستن و پیشتر. موترها رو میبینین که میاین اینجا و جور کردن و مجور شدن. تمام دیکوریشن است و مخشور نخود و مثلا این چیزا. خب دوستان تو پیش میریم سلو سلو ببینیم که چی هست و چی نی. این طرف دیگه با مستری ها هستن، زیادتر از اول تا آخر مستری هست. ببینید کلگی مصروف کار و بار خود هستند. قفل سازی ها و کلید سازی ها. این سرکم دوستان عزیز ادامهش رفته طرف کارت 4 شهر کابل. در سرک عمومی کارت 4 وصل شده این سرک. ریاست معارف شهر کابل و انستیتوت ژورنالیسم کابل هم در این موقعیت داره دوستان عزیز. در این طرف سرک اونجا اگر ببینین انستیتوت نسوان اداره و حسابداری هم همینجا سین قسمت. این طرف دیگه دوباره
مستری ها دوستان عزیز، اما تو هست نظر مستری که بگوین دوستان عزیز اینجا هست از وایرن کار اگر بگوییم یا که از مثلا کپی کش بگوییم تا مستری ماشین و گیربکس و همه کار دیگه اینجا پیدا میشن. یا موترشویی بوده که فعلا بسته هست. وایرین کارا هستن دوستا اینجا. سرای پرده فروشی و ورکشاپ امینی. این طرف دوستان عزیز اینجا در این قسمت ریاست معارف شهر کابل هم موقعیت داره. اینجا ریاست معارف هست که مربوط وزارت معارف شهر کابل میشه. این طرف باز دوستان عزیز مبلغ تبدیلی ها هم زیاده است. این طرف دوستان عزیز باز یک سرک طرف سرک پانتون کابل میره و یک طرف هم طرف سرک گل سرخ پل سرخ. انشالله یک دیگه دیگه هم می داشته باشیم. خوب دوستان نهایت گرامی، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.